شما اگر نظر کنید با آیات‌های قرآن، اکثر آیات‌های قرآن هم از قصه‌های قرآنی عبارت هستند. قصه حضرت ابراهیم علیه السلام هست که وقتی که بنیاد خانه خدا میکنن با پسرش اسماعیل علیه السلام و دعا میکنن که و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، و ابراهیم گفت که ای پروردگارم، ای خالق یکتا، ای پروردگار بزرگ، این کشور مرا امن و ثباتش را استوار بگردان. و ما هم بندگان خدا در حق وطن خود هم دعا کنیم که خداوندا این سرزمین ما را و این کشور ما و شما را امن و ثباتش را مستحکم نگه بدارد و شکرانه این تنجی و آرامی که ما و شما آزادانه درهای مسجد کشاده هست و با سوی قبله نشسته ذکر میکنیم، نماز میخوانیم. اگر از دست ما و شما یک آبادکاری هم نه آمد، البته دست بر دعا برداریم که در حق اونهایی که وطن ما و شما را آباد کرده ایستادند، در حقشان یعنی دعای برکت، دعای خیرخواهی دعا کنیم. این وظیفه ما و شما هست که حضرت ابراهیم هم وقتی که بنیاد کعبه کرد با پروردگار خود دعا کرد که خدایا این کشور مرا امن و امنیتش را مستحکم نگه بدار و در این سرزمین نعمتهای زیادی را ارزانی بگردان و همیشه دستی بر دعا داشته باشیم که خدایا این کشور ما را و این سرزمین ما را امنیتش را مستحکم و استوار بگردان. وطنداری در تعلیمات دین مبین اسلام جایگاه خاص دارد. بزرگانمان می‌فرمایند حب الوطن من الایمان، یعنی دوست داشتن وطن، محبت به وطن، وطن را آبادکاری کردن، در وطن سهم گذاشتن، این گوشه ای از ایمان هست. این قول دلیل آن است که دوستداری وطن نه تنها یک حسیات انسانی بلکه جزئی جدا نشونده اعتقاد و باوری ماست. کسی که وطنش را دوست ندارد به نعمتهای پروردگار ناسپاس هست. بیشک این شکرگزاری به آن معناست که اگر ما صاحب وطن و مرز و بوم خود نباشیم و اگر صلح و صلاح در وطن عزیز ما پایدار نباشد، ما و شما هم نمیتوانیم حیات آسایشته داشته باشیم. پس باید از شکر نعمت دولتداری و امن و آسایش آن لحظه غافل نباشیم و پیوسته با زبان و قلب عمل خود از این نعمت شکرگزاری و قدردانی کنیم.